ما وقتی که رفتیم اصولنامه زوجین از طالبان خواندیم، از یک سری روایت های اسلامی سرچشمه میگرفت. های شما این میپذیرین که در اسلام کودکمسری وجود داره؟ ما در اسلام اول سخن میزنه از انسانیت. به انسانیت نزدیک باشی، به اسلام هم نزدیک هستی از هم اولتر. چون اگر اسلامی ببینی احترام باید قائل باشی، به بزرگ از خود کرده، به بزرگ از خودت کرده، به خود شفقت باید بیتی، با ادب باشی، با سخن باشی، با فهم باشی. اسلام میره میگه ایده انسانی که ببینی. اسلام هم میره نمیگه که تو سن 40 ساله باشه با دختر 9 ساله خواب کو هم بستری کو. خب یعنی شما بفرمایید افشین، بفرمایید. یعنی جناب رومن عزیز، شما میگین که کودکمسری در اسلام وجود نداره؟ نه نداره. تا جایی که ما شنیدیم حضرت محمد مصطفی با ام المؤمنین الله عایشه علیه در و چند سلم سالگی ازدواج کرد؟ با بیبی عایشه جوان بود، از 20 به پایان بود. چند سالش بود؟ من میگم در 6 سالگی بود ازدواج کرد، در 9 سالگی رابطه جنسی کرد. شما چی میگین؟ 6 سالگی بود. ما هم قرب میفهمم که مشخص نمیتونم چند سال است، اما قرب میفهمم از 20 به پایان بود. از زیر سن بود، از 18 به پایان بود. سنش نمیفهمم. 6 بله. سالگی نشنیدیم در, تا حالا. من الان برات میخوانم حدیث صحیح البخاری روایت 51:34 و 51:33. در 51:33 آیه قرآن نمیاره سوره طلاق آیه 4 را که میگه دختران که هنوز حیض ندیدن. خود سه کاتگوری رو میگه که در اینجا ایدهشان را بین ازدواج صورت گرفته و رابطه جنسی هم شده، بعد ایده تعیین کرده که حامله نباشه. سه کاتگوری رو تقسیم میکنه. کاتگوری کسانی که مریض و یا آیسه هستن، بعد یا یک سری انسان های هست که اصلا پریود نمیشه، یک سری دیگر هست وقتی بانوان وقتی سنش بالا میره دیگه پریود نمیشه. این گفته آنهایی که هنوز حیض ندیدن، یعنی هیچ تا هنوز پریود نشده. خب بعد دری میاره ام المؤمنین عایشه را. چی میگه؟ میگه من 6 ساله بودم که با محمد ازدواج کردم و 9 ساله بودیم که زفاف صورت گرفت و 9 سال نزد آن حضرت بودم. در 34 هم امیر میگه 51:33 و 51:34. انال شما این رد میکنید یا خیر؟ ما حقیقتاش در این باره چیزی گفتن نمیتونم، مگم درباره ای که شما درباره افغانستان که فعلا زیر سن گفته ازدواج بکو، در این باره چیز گفتن میتونم. چون که در زمان حضرت محمد سلام حضرت محمد سلام با اصول با قوانین امرایش اگر سنه بوده. فعلا یک مرد طالب، یک مرد افغانی با اصول میتونه صبر بکنه 5 سال 6 سال با دختر 9 سال ازدواج کنه، ببانه کو کلان شه یا مشکل داشته باشه، میتونه صبر کنه؟ نه، با زور امرای خواب میکنه همسری خود ادامه میده. در این باره چیز گفتم عزیز میتونم. دل، ما وقتی که در جامعه افغانستان صحبت آقای رومن میفهمین که اصل اولی که آدم از یک کتابی، از یک ایدئولوژی که دفاع میکنه این است که خود آدم به اندازه کافی معلومات داشته باشه که بتانه دفاع درستی از او دین بکنه. ولی وقتی که ما میاییم یک حرفایی را که خود ما درست انسانی میبینیم او را به دین ما میچسبانیم، میگیم که دین ما انسانی هست، این به معنای از این است که دیگه شما دفاع کردید. اینجا شما دینتان را زیر سوال بردید. چون اولین چیزایی که ما یاد ما میایم است که ببین فلان جا در قرآن چی چیزایی گفته یا در فلان احادیث چی چیزایی گفته. پس این آدم لازم که وقتی که اگر به اندازه کافی معلومات نداری اعتراف کنی، بگی که من نمیتونم از این دین دفاع کنم فعلا، چون به من نمیفهمم.
ولی من ایره که بریم بچسبانیم کلمه انسانی بود، انسانی را یا انسانیت را به دینی که از انسانیت بوی نبرده اشتباه، یعنی بسیار جنایت هسته. ببین امروز طالبان بر اساس همین دین قانون میسازه، به از اساس این دین هیچ بر قانون اساس نمیسازه. انسانیتی که شما مسلمان هستید و معلومات درست ندارید نمیسازد و شما الگو نمیگیرد. نه بگه که ما چون معلومات آقای رومن، ببخشید آقای رومن بگذارید حرفم تمام شد زود تمام میشه، چون آقای رومن و یک تعداد مسلمانان دیگه ای هستن که انسانی فکر میکنن. درسته که مسلمان هستن ولی معلومات چندان درستی ندارن، آدم های خوبی هستن، انسان های خوبی هستن و انسانی زندگی میکنن، انسانی هم رفتار میکنن. طالبان هرگز نمیه از اینا، از رفتار اینا رو دیده قانون بسازن. ببین از کتاب، از منبع میرن قانون میسازن. پس دفاع به نظر من بیجایی هست. وقتی معلومات نداریم میگم که معلومات ندارم متاسفانه و دفاع هم نمیکنم، خبر آه نیستم. باید برم سوال اول کرد بخوانم تا که بتونم دفاع کنم. سوال کرد درباره سن حضرت محمد سلام. ما گفتم معلومات درباره سنش ندارم، میفهم که از 20 به پایان بود. مگم جواب دیگه شد دادم. خب نه کسی که از انسانیت و قوانین مدنی با خبر باشه، وقتی که کتابش را خوانده باشه، تنها قرآنش را خوانده باشه، اصلا احادیث را نخوانده باشه، قرآن را خوانده باشه، متوجه میشه که انسانیت و قرآن کتاب الله بسیار فاصله ها داره. درست است بعضی جاها میرین کار نمیکنم، بعضی چیزهای خوبم گفته ما اصلا انکار نکردیم، اما زن ستیز هست، کودک ستیز هست، خیلی چیزای بد داره که اجرا میشه امروزه و از خوبیش کده بدیش بیشتر است. درسته اسلام درست. تو میگی که طالبا من حیث به حساب اسلامی پیش میره، انسانیت پیش نمیره. طالبا حساب اسلامی هیچ وقت پیش نمیرن. فعلا ما در استرالیا زندگی میکنم، اینجا بسیاری از آقای افغان ها رومن، را نه شما اینجا میبینم. سوال بر ما پیش میایی بر اساس کدام کتاب اینا پیش میرن، بر اساس کدام آیین؟ و نام مسلمانیت خدا نزدن، رایشان کارشان هیچ معلوم نیست. یکی از شما دختر پیشتر خانما در خودتان بدخشان گفتید که بود. ببخشید آقای رومن، باز شما خودتان رو نقد میکنه. نه شما پیشتر خودتان گفتید که به اندازه کافی معلومات نداره. نه آها در مورد دینتان حتی سن عایشه درست معلومات نداره. نه شما چطور میتونید که بگویید که اینا کارای اینا، احکام اینا که صادر میکنن بر اساس دین شما نیست؟ چون چشم دید خود ماست در افغانستان چشم دید بودیم. را مهم نیست، کتاب رو باید آدم بخونه، نه خب معلومات رو باید آدم داشته باشه. وقتی که نداشته باشم من چطور میتونم بگم که این هدف نیست؟ فعل ببینید آقای رومن، شما اگر ما مثلا کتابی فکر کنید که یک کتاب صنف مثلا فکر کنیم لیول 1 است، اوکی نامش لیول 1، آها ایره من کتابش را همون تو شنیدم، یگان چیزا ازش شنیدم از مثلا استادم به من گفته و من یک معلومات بسیار کمی درباره از این کتاب دارم و بسیار این خوب برای من تعریف کردن، گفتن که یعنی چیزای بسیار خوب رو گفته، بهترین کتاب هست در روی زمین. بعد من همین را یک کسی طبق از این قانون میسازم. من معلومات ندارم ولی میرم از اونجا دفاع میکنم، میگم که نه یکی از همین کتاب چی بهترین هست، ولی اگر کارهای بعدی انجام داد ولو که بر اساس از کتاب باشه و من چون معلوماتی هم ندارم نخواندم هم میایم چیکار میکنم، میگم که نه این کتاب را من بسیار تعریفش را شنیدم، بسیار کتاب عالی هست، کتاب انسانی هست و من این قبول ندارم که نمی
طالب یا هر گروهی میتونه باشه، بر اساس از این کتاب عمل میکنن یا قانون ساختن. و اینجا این شخص از خودش حتی نپرسیده که امی کتاب رو من یک بار خواندم، امی کتاب را آیا من هیچ به زبان خودم دیدم چی گفته؟ فقط شنیدم یگان چیزا در موردش. پس درست نمیشه نه؟ یعنی انکار هم شما کنید درست نیست، در اینجا مورد نقد قرار میگیرید که حمایت هم کنید مورد نقد قرار میگیرید. بفرمایید حال شما بگید. خب تو که میگی درباره اسلام زیاد معلومات داری و همه چیز مرا سرزنش کرده نه به رئیسی. اندازه من خب نگفتم در اسلام اولین قدم به به اندازه خانم دارم که ببینم که انسانی نیست و خب بله. در اسلام اولین قدم به خانمی است حجاب. فعلا خودت حجاب نداری. من آمد حجاب را دیدی. اصلا خودم را حجاب را لایق خودم نمیبینم. حجاب که خودت لایق خودت نمیبینی. حجاب چرا شما حجاب نمیکنید به نظرتان؟ چرا مردان حجاب نکنن که تنها زنان حجاب کنن؟ من حق پوششم را خودم دارم، انتخابش دست خودم هست، من انسان هستم، خودم را انسان میبینم. پس حجاب چی باشد که من حجاب کنم؟ چرا من حجاب کنم؟ دلم نمیخواد حجاب کنم. خب باشه سایکو میگی چرا مردا حجاب آقای نمیکنن؟ رومن هر زمانی که ولی یک شرط داره. خب اگر آقای رومن و مردان افغانستان حجاب کردند، من هم به افتخار این مردان یک روز 24 ساعت قول میدم که حجاب کنم سر تا باشه پا. چشم باشه که سخن تا که میگی من گوش میکنم باز من جواب میدم. من میخوایم بگویم تو فعلا گفتی چرا مردا چیز نمیکنن، حجاب نمیکنن. بعضی چیز هست که در اسلام به مردا آمده به خانمان، به خانما آمده به مردانه. مثلا به مرد طلا نامده در اسلام، طلا چیز زیوراتی ایگه پا مثلا طلای زیاد به خانما آمده. قبل از اسلام هم آدم بودن نبودن که همون رواج جامعه بود. طلا خیلی هم شاید بپوشه، در این خیلی هم میپوشن، یک مرد طلا میپوشه به اندازه یک انگشتر یا دستبند یا گردنبند. من به خانمات طلا، زینت، زیورات همه چیز آمده که ولی مردان در آمریکا میپوشن، در خیلی جاها میپوشن. کجا میپوشن مشخص کن. ایران باید ما به شما بگویم که کجا میپوشن. رپرها رو ندیدین؟ خیلی ها رو ندیدین؟ حتی مردان افغان هستن که گردنبند میپوشن، گردنبند طلا، نقره. گفتم گردنبند، دستبند، انگشتری میپوشن مردای افغان. ما رپر از خارجی نمیگیم. گوشواره هم دارن خیلی ها. خب گوشواره هم دارن. خب این چیزا به مردا شما چطور تصمیم گرفتید، چطور به خودتان حق دادید که این تصمیم رو بگیرید برای کل مردان که اینا نمیتونن نظر خود زیورالات بپوشن، ولی شما بر حق خودتان رو فکر میکنید که یعنی نمیتونن اشتباه هست. نه شما خودتان چون از بس بر حق میبینید میگه نمیتونن این کار کنن. خب الان تو جواب نکردی، من کی گفتم که نمیتونی؟ گفتم چرا نکردی؟ سوال کردید. نه من سوال شما اسلام هم آمده. خب خودت که آدم خوب هستی بیبی با گپ زدن نمیمونی. آقای رومن چون شما از من سوال میکنید من باید حرفایم رو بزنم. نه ببینید شما از من سوال کردید که تو به این نوعی گفتید که شما خودتان خانم هستید حجاب نکردید، یعنی شما حجاب اگر زن حجاب کرد او رو خوب میبینید و اگر نکرد او رو زیر سوال میبرید که چرا حجاب نکردن. نه زیر سوال هم من فقط سوال کردم چون گفتم تو مرا سرزنش میکردی که درباره دین اسلام نمیفهمی و خودت آمدی درباره اسلام گپ میزنی. من سوال کردم ببین در لایف ما که بیایین گپ میزنی من گوش میگیرم، تو باید گوش بگیری، احترام داشته باشی. احترام دارم. اوکی من بسیار نرم امشب بسیار احترام گپ میزنم. یک دفعه ببین با گپ زدن من... خب چند ثانیه وقتی که در لایف من میایین میفهمین که من نقد دین میکنم.
نقد دینی که مرتبط با حقوق زنان هست. پس چطور شما فکر میکنین که این سوال بجای هست از کسی که خودش بیدین هست و نقد دین میکنه از او کس، از او آدم، از او انسان بپرسیم که چرا حجاب نکردی؟ خب حال بفرمایید. ببین به خاطر که من هیچ درباره حجابی گپ نمیزدم که تو خودت گپ شروع کردی و من سرزنش کردی درباره در دین من که تو اسلام نمیفهمی ای چیز. نه من سرزنش نکردم آقای. یعنی ببینید، یعنی مشکل کلگی ما داره متاسفانه. یک کسی میاد با زبان بسیار محترمانه و ما میگه که ببینید یعنی اینجا اینمی حرف اگر شما دفاع کنید، دفاعتان چی میشه؟ افشین کمک کن، کلمه درستش بیادم نمیه. اگر من از یک چیزی که نمیدانم دفاع کنم، بگویم که نه این چیز خوب هست، در حالی که او کتاب میتونه بد باشه، چیزهای بدی داشته باشه، من اگر دفاع کنم خودم نخواندم و اعتراف هم کردم که نخواندم، معلومات درست رو ندارم، پس چه کار میشه؟ آیا همین دفاع معتبر هست یا نه؟ آدم های دیگه که میشنون آیا به نظرشان همین حرف من رو جدی میگیرن یا نمیگیرن؟ ببینید من با زبان بسیار محترمانه و معقولانه با شما حرف زدم، ولی شما این حمله دیدید. مشکل اینجا دیگه از من نیسته. خب حالا از شما بازم میشنویم. بیخی ذهنیت تو فرق میکنه. چی بگویم دیگه؟ هرچی میگم نه با گپ ما گوش میکنی. هنوز دباغ نیه. دباغ هستم دوست عزیز. با قرآن اگه باشه، با پیغمبر اگه باشه نیستی. چی میگی؟ راست میگی؟ خب همینجی ببین عزیز دلم، از تو چند تا سوال کرد. آیا شما اصلا متوجه شدین همین سوالا برای چی بود؟ بس شما به این مگین چرا حجاب نداره؟ تو که از اسلام میگی چرا حجاب؟ باشه سوال از او، سوال که مرا سرزنش کرد درباره دین صحبت. سرزنش نکردم. من کلمه تان رو لطفاً درست کنید. سرزنش نکردم، من نقد کردم از حرف که شما زدید. گفتم که خب شما و خودتان را نقد کردید. اول آمدید گفتید من معلومات درست ندارم، بعد دفاع کردن رو شروع کردید، بعد یک حرفایی زدید که بر ضد حرف قبلی تان بود. باشه معلومات درباره سن سال خانم حضرت محمد سلام نداشتم. من اوقا معلومات کافی دیگه دارم که به حساب دین خود داشته باشم. بخوان همین شهادتین بخوان. رومل جان همین شهادتین بلد هستی امیر بخوان؟ بسیار عالی. بلد هستم. اشهد ان لا اله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان عبده محمد رسول الله. اشتباه خوندی، دوباره بخوان. اشتباهه. من هم یاد میدم اشتباهه. کجایش اشتباهه؟ چیش اشتباهه؟ بخوان دوباره خودت متوجه بشی. عبده و رسوله اونجاست، ولی خب خودتان یک دفعه فکر کنید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان عبده محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول الله. من امیر گفتم. نخوان. دوباره بخوان درست. دوباره بخوان. رسول الله رو نگفت اول. رسول الله را گفتم. نه امیر که من الان خواندم تو بخوان. رومل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان عبده محمد رسول الله. عبده اشهد ان عبده رسول الله میگی. خب عبد محمد رسول الله. اینال باز از اول بخوانو. هنوز من امیال پیشتر خواندم تو امیر باز درست تکرار نمیتونی. رومل جان ببین برات خواندم اول درست. تو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول الله. امیر اما قسم ما هم از اول برات گفتم. اینال بخوان امیر تو. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان عبده محمد رسول الله. نه ببین 3 بار خواندی. خب بگذاریم. ببین رومن عزیز، من یک چیز برات میگویم.
من یک دانه کتاب را هیچ وقت نخواندم و یا به زبان خواندم که هیچ متوجه از او نشدم، ولی باورمند به این هستم که این کتاب بهترین کتاب است. آیا من احمق هستم؟ وقتی کتاب بخوانی که متوجه نشوی او چی هسته، با باورمند هستی که او بهترین کتاب است دیگه. به خاطر چی دلیل داره که تو باورمند هستی او بهترین کتابه؟ دلیل چی ملا است؟ به گوشت میخوانه و مردم همه میگن که بهترین دین هست، بهترین کتاب هست. نفهمیدم از این خاطر. نفهمیدم مگه بهترین است. آیا من احمق هستم؟ معنیشه که معنی کتاب نفهمیدی که او درباره چی سخن میگه، چی میگه چی نمیگه، باز تو نظر بدی که او بهترین کتاب است. خب چیز نشد. سوال خود متوجه نشدی. من یک کتاب را هیچ وقت هیچ نخواندم. وقت نخواندی؟ یا اجازه بدید، یا به زبان خواندم که هیچ متوجه نشدم، ولی باورمند به این هستم که این کتاب بهترین کتاب است. آیا من احمق هستم؟ آره احمق هستی. خیلی عالی، تشکر. دست درد نکنه، موضوع تمام شد دیگه. ولی باید ما این رو یاد بگیریم که اینمی رو که پذیرفتیم باید بخوانیم. ما حتی نمیگیم که ما احمق هستیم، کسانی که نخواندن نمیخوانن و امیدوارستم که بخوانن. توصیه من این است که به زبان خودشان بخوانن، تفسیر رو که خودشان فکر میکنن درست است و اونمو رو برن از امو تفسیر بخوانن و آگاه شون. میفهمین؟ آگاه باور کنن چیزایی رو که بخوانین. یعنی آقای رومن، اگر شما واقعا یک انسان با وجدان باشین، انسانی باشید که به انسانیت باورمند هستید، یعنی خودتان خود به خود به این نتیجه میرسین که اصلا دین انسانی نیست. این دین کتاب انسانی نیست، مگر این که من یک زن ستیز هستم و خودم خیلی از همون چیزایی رو که در قرآن میگه خودم باور به این دارم، با اونمو کارا دارم، یعنی اون کارها را بعد نمیبینم، در اون صورت تایید میبینم، بیشتر تشویق میشم، چون آمده مقدس کرده، آمده تشویق کرده. دو حالت داره، یا بسیار تشویق میشه آدم، یا ای که به این فکر فرو میره که یکم شک در دلت بیه که به کجا روان هستی، چی یک دینی هست، چی یک آیینی هست کتاب، چی چیزایی گفته. من زمانی که در افغانستان بودم رنج میدیدم از مردانی که حرفای بد به دختران میزد. نه وقت روزانه مثلا دانشگاه میرفتم یا شهر بازار یگان خرید چیزا میرفتم، میدیدم دیگه، همه روزا میدیدم مردان چقدر چی هستن، یا یک دستک میزدن باز این حال میان ها 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 تو دستک زده چی کرده. خود دیگه فرهنگ خوبتان ده، قابل خندیدن هست. باز چی بود، از این رنج میبردم، میفهمیدم کار بده هست. ولی یک بار رفتم هند، یک سفر کوتاهی داشتیم هند رفتم، اونجا دیدم با وجودی که من بارها در خبرها در امی سوشال میدیا و او زمان فیسبوک را یوتیوب را زیاد استفاده میکردم، نه البته من زیاد استفاده میکردم، دیگر رو نمیفهمم. میشنیدیم که چی است هند، که است یک کشور بسیار کشوری است که در اونجا تجاوز به دختران و زنان زیاد است و من تو یک کم وحشت داشتم واقعیتش. تو در دل خود میگفتم که شاید بسیار یعنی زیاد باشه که قدر دوارش زیاد چی از خبر است، دوارش مردم گپ میزنن. در هند که رفتم تفاوت را دیدم که زمین تا آسمان از تفاوت مردان هندی و مردان افغان در همو چند روز کوتاهی که 3 هفته شاید شد ما در اونجا بودیم، دیدم که اصلا به تو نمیبینه که تو چادر پوشیدی نپوشیدی، لباست
یخنت باز هست نیست، مقبول هستی نیستی، سبز هستی سیاه هستی سرخ هستی چی هستی، اصلا یعنی هیچ کس، من یعنی این رقمی بودم که اینا چرا طرف آدم نمیبینه، از بس که در افغانستان رو دیده بودم که مردم این تو با چشمایشان تو رو میخوره که تو رو ببینن تو. یعنی تفاوت رو در اونجا دیدم. باز آمریکا که آمدم، البته بارهای ما وقت تزلزل یافته بود دیگه پایه هایش. در آمریکا که آمدم از فیلم های تاریخی چی میدیدم، جنگ جهانی دوم را، جنگ جهانی اول رم زیاد میدیدم. باز از اینجا چی شدم اینا رو که دیدم، این همه ظلم آدم کشی چی. باز همیشه ما یهودی ها را نه در دین ما چی شیعه باشیم چی نباشیم، بسیار هم یهودی ها رو ما بد میگیم که اینا بسیار مردم چی از بد هستن دیگه. دیدم اتر بر اساس داستانهای واقعی نوشته شده بود و میلیون ها یهودی در اون زمان، در زمان جنگ جهانی دوم کشته شدن. حتی در دل خودم به این نتیجه رسیدم، این سوال البته برای من خلق شد که آیا امام حسین که خودش رفته جنگیده، آیا او قدر تقدس داره، قابل تقدس هست که ما هر ساله 10 روز را بر از او گریه کنیم، نوحه سرایی کنیم، نوحه بخوانیم و خودمان را بزنیم؟ و هم کی بوده؟ یک عربی بوده، حتی از کشور ما نبوده. حتی ما علی سینا، برای ابو علی سینا کار نمی کنیم یا برای دانشمندایی که از کشور ما هستن کار نمی کنیم، ولی هر ساله 10 روز و 40 میشم باید یک مراسمی باشه این کار را انجام بدیم. یعنی جان یک یهود، یک مسیحی، اینا اصلا مهم نیست دیگه، اینا انسان نیستن، فقط حسین انسان بوده. فقط ما میتونیم در اونجا احساس از این کنیم که ظلم شده. من کار ندارم، من با باور کسی کار ندارم که اگر ضرری نرسانه، ولو که اون شما 10 روزم میرین عزاداری میکنین به من مربوط نیست تا زمانی که ضرر به کسی نرسانه. اما باز هم آدم باید فکر کنه که به خاطر چی، برای چی. و این دین که این همه دیگرها رو بد میگن، چرا خودشان قدر مقدس شدن؟ بانو سارا بر من قابل چی بود، یعنی زیر سوال میرفت، ولی بر شما شاید تو نباشه، هر کسی متفاوت هست افکارش. بفرمایید. بانو سارا با معذرت دانیال